سلام به کانال ویژن مووی خوش اومدین. اگه دنبال فیلم های جدید و جذاب هستین، امسال سال خوششانسی شماست، چون موج جدیدی از فیلم های 2025 منتشر شده. بعضی از این فیلم ها سر بین مردم محبوب شدن و بعضی دیگه کمتر شناخته شدن. فیلم های امروز پر از درام های عاطفی، دنیاهای فانتزی و علم تخیلی و اکشن های پرهیجان و متفاوت هستند که برای هر سلیقه‌ای جذابن. پس تا آخر ویدیو با ما همراه شین تا بهترین فیلم ها رو به شما معرفی کنیم. شماره 1 Heads of State. این فیلم کمدی اکشن محصول سال 2025 به کارگردانی لیا نیشنل هستش. داستان فیلم راجع به نخست وزیر بریتانیا سم کلارک و رئیس جمهور آمریکا ویل درینجر هستش. اونا بعد از یه سوء قصد توی منطقه نامساعد کنار هم گیر میافتن، در حالی که نول وست ایجنت MI6 پشتیبانی فوق‌العاده‌ای از خودش نشون میده و به کمک اونا میره. اونا درگیر مسائل غیرعادی میشن و در سراسر بلاروس و اروپا سفر میکنن و با تضادهای طنزآمیزی بین فرهنگ‌ها روبرو میشن. جادوی اکت بین آلبا و سینا انقدر قویه که موفق شدن شادی و غمگینی رو داخل یه اکشن پرسر صدا به خوبی نمایش بدن که نتیجه اون فیلمی به شدت سرگرم کننده و هیجان انگیزه. با وجود اینکه داستان پیچیده و عجیبه، ولی عناصری مثل بدلکاری‌های خلاقانه، صحنه‌های فان و اکشن فیلم رو به شدت جذاب کرده. شماره 2 بالرینا از دنیای جان ویک. این بار نوبت به یه ماجراجویی نفسگیر میرسه، جایی که آنا دی آرماس در نقش ایو ماکارو، قاتل با استعدادی که در راه تبدیل شدن به یک افسانه قدم برداشته، بازی میکنه. داستان فیلم بین جان ویک 3 و 4 جریان داره و مسیر ایو رو از مرگ فاجعه‌بار پدرش تا انتقام بیرحمانه از سازمان جنایتکاری که مسئول این اتفاق بوده رو روایت میکنه. در این سفر پرخطر ایو با چهره‌های آشنایی مثل وینیسن و حتی خود جان ویک روبرو میشه و همین ارتباط داستان رو محکم به دنیای جان ویک گره میزنه. اما چیزی که بالرینا رو خاص میکنه نبردهای پرهیجانشه، ترکیبی از درگیری‌های مرگبار و رقص مرموز باله، مبارزاتی که هم به زیبایی طراحی شدن و هم به طرز کشنده‌ای مرگبارن. شاید داستان همون فرمول ساده انتقام رو دنبال کنه، اما حضور قدرتمند آنا دی آرماس و صحنه‌های اکشن تماشایی انرژی تازه به فیلم میدن. پیشنهاد میکنم اگه فن فیلم‌های اکشن محور و یا طرفدار سری جان ویک هستین، اصلاً این فیلم رو از دست ندین. شماره 3 فایت اور فلایت. این فیلم یه کمدی اکشن محصول 2025 هستش که بیشتر داستانش داخل یه جت تجاری شلوغ اتفاق میفته، جایی که افسر سابق CIA لوکاس ریس مسئولیت محافظت از یه برنامه‌نویس فراری به نام گوست رو بر عهده داره. سفر که مخفیانه شروع شده با ورود آدمکشا و هواپیما به سفری پر از هرج و مرج تبدیل میشه و هواپیما رو به یه میدون نبرد با صحنه‌های اکشن خلاقانه تبدیل میکنه که شامل استفاده از اره برقی در راهروهای تنگ هواپیما و یا نبردهای تن به تن داخل دستشویی هستش. از مزایای فیلم میتونیم به طراحی صحنه‌های اکشن خاممون اشاره کرد که نوآورانه و هیجان انگیزه. اگرچه داستان چیز خیلی جدیدی رو مطرح نمیکنه و داستان فیلم تا حدی شبیه فیلم قطار سری السیر هستش، ولی طراحی نوآورانه داستان با بالا پایین شدن‌های هوشمندانه و اکشن‌های اقرارآمیز فیلم رو جذاب کرده. این فیلم با یه طراحی نفسگیر، استفاده از طنز سیاه و هرج و مرج خلاقانه تبدیل به یه فیلم واقعا جذاب برای کسانی که دنبال اکشن سرگرم کننده هستن شده. شماره 4 اکانتنت 2. این فیلم یه اکشن مهیج محصول 2025 به کارگردانی گوین اوکانر هستش. چند سال بعد از واقعه سال 2016 داخل فیلم، کریستیان وولف به تحقیق پیچیده در مورد ترور افسر ریموند کینگ و قاچاقچیان انسان میپردازه. این بار اون با برادرش براکسون همکاری میکنه و داستان رو از این تحقیقات سری به یه اکشن پر سر صدا پر از شوخی‌های خانوادگی تبدیل میکنه که باعث میشه فیلم هیجان انگیزتر به نظر برسه. هسته اصلی فیلم پیوند بین دو برادر هستش که رابطه‌شون داستان رو تقویت میکنه. داستان به تلاش‌های ترور، حلقه‌های قاچاق، گروه‌های هکری تازه‌کار و یه قاتل فراری میپردازه. اما همه اینا حس بدی به بیننده میده و باعث میشه بعضیا آرزو کنن که فیلم تمرکز بیشتری روی یه موضوع داشته باشه. حتی با وجود اینا، این فیلم به خاطر اکشن سریع و محبت برادرانه‌ای که داره مورد تحسین قرار میگیره و به طرز شگفت انگیزی سرگرم کننده تر از سری اولشه. شماره 5 فاینال دستینیشن بلادلاین. بیش از 20 ساله که یک نام مثل کابوس تکراری ذهن سینما رو تسخیر کرده. فاینال دستینیشن از سال 2000 تا امروز 5 قسمت از این سری ساخته شده و هر بار با مرگ غیرقابل پیش بینی تماشاگرها میخکوب شدن و حالا بعد از سالها سکوت فاینال دستینیشن بلادلاینز برگشته تا وحشتی تازه رو رقم بزنه. اینجا هیچ کس در امان نیست، سرنوشت مثل سایه دنبالته و فقط یه اشتباه کافیه تا همه چیز تموم بشه. هر تصمیم، هر حرکت، هر انتخاب میتونه آخرین اشتباه باشه. این فیلم تو رو میبره به جاهایی که قانونهای معمولی زندگی از هم میپاشه و فقط 1 سال باقی میمونه. آیا میشه از دست سرنوشت فرار کرد یا نه؟
هر راهی که بری آخرش به پایان خونین میرسه. اگه جرأت داری بشین و ببین، چون این فقط یک فیلم نیست، یک کابوسه که تا مدت‌ها ولت نمی‌کنه. شماره 6 سینرز. در سال 1932 در دلتای میسیسیپی، جایی که قوانین زمان و نژاد هنوز آدم‌ها را از هم جدا می‌کنن، دو برادر جنگ دیده با پول‌های دزدی از شیکاگو برمیگردن تا امیدی دوباره بسازن. سینرز جدیدترین اثر رایان کوگلر، کارگردانی که با بلک پنتر نام خودش رو جا انداخت، این بار وارد ژانر ترس و فانتزی شده. مایکل بی جردن در نقش دو برادر درخشان بازی می‌کنه. داستانی که با یک شب جشن شروع میشه، ولی در دلش خون و ضربان موسیقی در حال غوغاست. تصور کن جشن خانوادگی، ساز و آواز و نور شمع، و بعد وجدان، گذشته، نژاد و جادوی ناخونده همه توی یک صحنه بلند میشن. موسیقی مرموز این فیلم مثل یک طلسم روح و اسیر خودش میکنه. یکی از جسورانه ترین فیلم های سال، یک فانتزی خونین بی‌پروا درباره جادوی موسیقی و مبارزه با سایه های تاریخ. اگه دنبال یه فیلم ترسناک فانتزی هستی، پیشنهاد میکنم این فیلم رو از دست ندی. شماره 7 آماتور. یه فیلم جاسوسی پرمخاطب محصول 2025 که رامی مالک در اون نقش چارلی، یه کارگاه باهوش اما بسیار محتاط رو بازی میکنه. اما زمانی که سارا همکار چارلی به قتل میرسه، مافوقهای اون از دخالت توی پرونده خودداری میکنن. اون از مهارتاش سوء استفاده میکنه تا به مدارک قتل سارا دست پیدا کنه. اون مثل عامل شورشی هستش که به جای خشونت از هوش زیادش استفاده میکنه. توجه روشنفکرانه، جهانگردی جذاب، صحنه‌های اکشن و بازی منحصر به فرد مالک از نقطه‌های قوت این فیلمه. با این حال نبودن تأثیر ذهنی و غیر قابل پیش بینی بودن موضوع فیلم وجود داره. تغییر چارلی همیشه باورپذیر نیست و در اواسط ریتم داستان کمی یک نواخت میشه. با این وجود آماتور هنوزم یه فیلم جذاب و هوشمندانه است، ترکیبی از سبک جاسوسی و انتقام با استفاده از فناوری. شماره 8 دیپ کاور. وقتی صحنه نمایش با دنیای واقعی قاطی بشه، مرز بین بازی و بقا کجاست؟ دیپ کاور محصول 2025 ساخته شده توسط ویدیو پرایم، ترکیبی از هیجان، طنز و اکشن غیرقابل پیش بینیه. جایی که مرز میون حقیقت و دروغ محو شده، تنها یک مرد با نامی که حتی دیگه خودش اونو به خاطر نداره، مأموریتی آغاز میکنه که هیچ بازگشتی داخل اون نیست. اون داخل سیستمی فاسد نفوذ کرده، سیستمی که با هر قدمش اونو بیشتر میبلعه. اینجا اعتماد بزرگترین سلاحه، در عین حال مرگبارترین ضعف. این فیلم با فیلمنامه هوشمندانه از کایلین ترور و کارگردانی پر انرژی از تام کینگزلی، سکانس های اکشن سریع با صحنه آرایی های دیوونه‌وار، عملیات های ناموفق و غیر منتظره باعث ایجاد هیجان در بیننده میشن. اگه دنبال یه فیلم کمدی جنایی صمیمانه هستین، این فیلم رو تماشا کنید. شماره 9 بیرینگ هر بک. این فیلم محصول 2025 یه فیلم ترسناک ماورالطبیعه به کارگردانی برادران فیلم هستش. داستان راجع به پایپر ناوینا و برادر دلسوزش اندیه که تحت سرپرستی موقت لورا، زنی که به ظاهر دلسوزه هستن. لورا با از دست دادن بچه واقعی خودش دچار غم و اندوه فراوانی شده. با اتفاق افتادن وقایع نگران کننده و عجیب، انگیزه های واقعی لورا آشکار میشن. اون داره از یه مراسم شیطانی برای دوباره زنده کردن دخترش استفاده میکنه. سالی هافکینگز بهترین بازی دوران حرفه‌ای خودش رو اجرا میکنه و مهربانی والدین رو به ترس پیچیده تبدیل میکنه. اگرچه طراحی داستان گاهی اوقات وضوح داستانی رو به خطر میندازه، اما شدت عناصر داخل فیلم که از طریق خون و خونریزی، جلوه‌های صوتی جذاب و تصاویر ماورایی به بیننده منتقل میشه، فوق‌العاده هستن. در مجموع این یک فیلم ترسناک پر از احساس و با ریتم آرومه که هیولای واقعی داخل اون خود غم و اندوهه که باعث میشه وقایع داخل فیلم از خاطرتون نره. شماره 10 کیلر آف کیلرز. این انیمیشن محصول 2025 که با سبکی وحشیانه و روایت جذاب به مجموعه فیلم‌های غارتگر انرژی دوباره میبخشه. این فیلم به کارگردانی دنتبرگ داستان رو به 3 بخش تقسیم میکنه. در قلمرو وایکینگ‌ها اسکاندیناوی، یکی دیگه در ژاپن فئودالی و آخریش در زمان جنگ جهانی دوم. هر کدوم از این داستان‌ها جنگجوهای ماهر انسانی رو در مقابل شکارچی فضایی قرار میدن که در نهایت این نبرد به نبرد گسترده تبدیل میشه. ممکنه پس زمینه انیمیشن حال و هوای رسمی اکشن داشته باشه، ولی اون سطح از اکشن داخلش وجود نداره که باعث میشه اون رو به یه انیمیشن خاص تبدیل کنه. این انیمیشن به خاطر نوع اکشن خاص و جهانسازیش مورد تحسین قرار گرفته. اگه از اکشن دراماتیک، جلوه‌های بصری چشم‌نواز و درام‌های جنگجویانه اسطوره‌ای لذت میبرید، این انیمیشن رو از دست ندید. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. برای حمایت از من میتونین ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین و برای دوستانتون ویدیو رو شیر بدین.